سوپرا MK4 ماشینی که هیچ محدودیتی رو به رسمیت نمیشناخت. یک افسانه واقعی که از خیابونای توکیو تا پیستای درگ آمریکا همیشه یک چیزی رو ثابت کرده. این که یا بهش احترام میذاری یا جاده رو براش خالی میکنی. اما داستان از اونجایی آغاز شد که ژاپن وارد جنگ قدرت با آمریکا و اروپا شد. نیسان داشت R34 آماده میکرد، مازدا داشت با RX-7 جولان میداد و از اون طرف هوندا میخواست با NSX فراری رو تحقیر کنه. اونجا بود که تویوتا به خودش اومد و ماشینی ساخت که ورق بازی رو برگردون. اون ماشین چیزی نبود جز تویوتا سوپرای MK4. زمانی که بقیه ماشینا دنبال ظرافت و تکنولوژی بودن، سوپرا فقط یک چیزو میخواست: خالص‌ترین، دیوانه‌وارترین و وحشی‌ترین قدرت ممکن. اما هر اسطوره یک رقیب سرسخت داره. R34 یک ماشین کاملا حساب شده بود. حرکاتش زیر نظر بود و همه چیزو محاسبه میکرد. اما برعکس اون سوپرا یک ماشین دیوانه‌وار که فقط میخواست جاده‌ها رو تسخیر کنه. حالا به نظرت کدوم یکی سریع‌تره؟ R34 یا سوپرا؟